هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو با انتشار یک شماره ویژه داستان زندگی محمد پیامبر اسلام را به تصویر کشید. انتشار این کتاب مصور بار دیگر موجب بالا گرفتن بحث توهین مذهبی و یا آزادی بیان در فرانسه شده است. استفان شاربونیه از جمله سردبیران شارلی ابدو میگوید هرچند اسلام دومین مذهب فرانسه است، اما شناخت ما از آن بسیار محدود است. هرگاه یک اقلیت کوچک دست به حمله تروریستی میزند، ما از اسلام و مسلمان سخن میگوییم. در نتیجه این مذهب همواره با ترس و هراس شناخته شده. به این دلیل ما تصمیم گرفتیم ابتدا داستان زندگی پیامبر اسلام را تعریف کنیم، بلکه بعد از شناخت بهتر بتوانیم به نقد طنزآمیز آن نیز بپردازیم. خبرنگاران شارلی ابدو در سالهای اخیر با انتشار مقاله و کاریکاتور بارها آستانه تحمل و مدارای مسلمانان افراطی مقیم فرانسه را محک زدند. برای نمونه در سال 2011 انتشار شماره ویژه‌ای به نام شریعت به سردبیری محمد پیامبر اسلام موجب حمله عده‌ای به ساختمان هفته‌نامه شد.